همداران عزیز، امروز 22 ایونی سال 2025 قرار دارم در زیری چولوب انگوری توکی آلویکا یعنی سورتی انگوری آلویکا یکی از سورت های می باشد، نوع های می باشد که میوهش کلانترین بین انگور ها می باشد و این انگور حاضر شروع کرد به آوگیری یعنی به رنگگیری و پختن. این سیب سیاه می شود و چنان شیرینی می شود که یک عجایبات و این را خشک میوه کنید اگر بهترین خشک میوه قیمتترین خشک میوه می شود، فقط که دانه دارد دانه‌اش رو گرفتنش آسان. خدا خواهد نصیب باشد اگر این که پزد من این رو خشک کرده به شما نشان تیم، هم ترش رو نشان تیم هم خشکش رو نشان تیم. بعد میبینید خدا خواهد از این انگور ما باید نهارش رو داشته باشیم و ماه دکبر و فروش میبراریم. انا همدوران عزیز این است انگور نوعی آلویکا. این چقدر کلان می شود. خیر خدا خواهد و شما باز نتیجهش رو نشان میدیم. در پناه خدا باشید.